یک قدم تا خوشبختی. دوستان گلم سلام. موضوع صحبت امروز ما در مورد یکی از رویکردهای روانشناسی به اسم CBT Cognitive Behavior Therapy یا درمان شناختی رفتاریه. اگر شما مطالب من رو روی اینستاگرام دنبال کرده باشین، یکی از تاکیدهای من اینه که سعی کنید احساستون رو احساس کنید، احساستون رو سرکوب نکنید، بلکه بیاین سراغ افکارتون رو بنویسید و تصحیحشون کنید. این تکنیک یک تکنیک روانشناسی در درمان شناختی رفتاری یا CBT هستش که امروز میخوام به زبان خیلی ساده براتون توضیحش بدم. پس بریم ببینیم که این رویکرد اصلا چی میگه. خب بریم سراغ موضوع CBT. CBT چی میگه؟ میگه وقتی که ما به دنیا میاییم با احساساتمون به دنیا میاییم. ما هنوز هیچ فکر و تفکر و باوری، ما هنوز هیچ تجربه‌ای تو این دنیا نداریم. تجربیات ما در سنین اول زندگی و در کودکی باورهای ما رو در مورد آدمای اطرافمون و در مورد دنیا شکل میده. بیشتر آدم‌ها باورهایی دارن مثل من دوست داشتنی نیستم، من کافی نیستم، من با ارزش نیستم، آدم‌ها منو تنها میذارن، من اشتباه میکنم، من دیده نمیشم، من سزاوار لایق نیستم. اینا باورهایی هستش که تجربیات یک کودک در ذهن اون میسازه. این باورها بعداً افکار اتوماتیک ما رو میسازه و افکار اتوماتیک ما احساسات ما رو و این دو کنار هم رفتار ما، شخصیت ما و بعد زندگی ما رو میسازه. پس ما با احساساتمون به دنیا میاییم. ما قرار نیست احساساتمون رو سرکوب کنیم یا کنترل کنیم یا نادیده بگیریم. ما میریم سراغ افکار اتوماتیکمون تا بتونیم بقیه قسمت‌های شخصیتمون رو مدیریت کنیم. در مورد یه مثال براتون بگم که درکش براتون راحت تر باشه. تصور کنید که یه روز خیلی خسته دارین از سر کار میایین خونه. اصلا حوصله هیچ کسا ندارید. روز بسیار بسیار بدی داشتین. دلتون میخواد یه جای ساکت باشین. دلتون میخواد کسی باتون کاری نداشته باشه و اصلا توی مود خوبی نیستید. سوار اتوبوس میشید، یه جای خلوت یه گوشه انتخاب میکنید، چشمتون رو میبندید تا برسید به خونه. ایستگاه بعدی یه خانم با چند تا بچه سوار میشه و اون هم میاد ته اتوبوس میشینه. فرض کنید که اون خانم میشینه و اصلا به خودش نمیاد که اطرافش کیا هستن. غرق خودشه. 4 تا بچه داره. بچه‌ها ناآرومن، شروع میکنن با هم دعوا کردن. یکی از بچه‌ها میاد سراغ شما، بهتون زبون درازی میکنه. با پاش میزنه تو ساق پاتون، کیفتون رو به زور ازتون میگیره، میخواد وسایلش رو بریزه بیرون. شما نمیدونین بعد چی بکنین، چجوری از پس این بچه بر بیاین. بچه دوم میاد، 2 تا بچه دیگه دارن با هم دعوا میکنن و شما نگاه اون مادر میگین و میبینین اصلا اعتنا نداره و اصلا براش مهم نیست. اگر فکر کنید که عجب مادر بی‌مسئولیتی، حتی به خودش زحمت نمیده که بچه‌هاش رو جمع کنه. اصلا براش مهم نیست بچه‌هاش دارن با بقیه چه کار میکنن. چرا اجازه میده به حریم خصوصی من تجاوز کنن؟ تقصیر من چیه؟ این بچه‌ها تهدید کن. همینجوری که این افکار اتوماتیک داره تو ذهن شما میاد، چه احساسایی تجربه میکنید؟ خشم، ناراحتی، سرزنش دیگری. فرض کنید در همین مرحله اون خانم به خودش میاد، بلند میشه، بچه‌ها رو جمع میکنه و به شما میگه من واقعا متاسفم، اصلا حواسم نبود، اصلا من امروز خودم هستم، من دارم از بیمارستان برمیگردم و امروز همسرم رو از دست دادم. ازتون معذرت‌خواهی میکنه، بچه‌ها رو دور خودش جمع میکنه، از کیفش براشون غذا، ساندویچ تهیه کرده به دستشون میده و دوباره غرق خودش میشه. حالا داره تو ذهن شما چی میگذره؟ حالا با اون شخص چه احساسی دارید؟
احساستون تغییر کرده، شرایط یکیه، شما همون حالید، اون آدم ها همون حالن، همین چیز یکسانه و که نگاه شما به اون اتفاق عوض شده و بالتبع احساس شما عوض میشه. حالا سوال اینه چرا من باید روی خودم کار کنم؟ چرا من همیشه باید عوض بشم؟ زندگی مثل یک قایق روی آب میمونه. هر کدوم از ما قایقه خودمونه داریم. من با هر آدمی که یک ارتباطی دارم مثل همکار، دوست، همسر، خانواده، با او در یک قایق نشستم. این قایق تعادل داره. هر دوی ما نشستیم و این قایق در تعادل روی آب ایستاده. اگر من جام رو عوض کنم تعادل این قایق به هم میخوره و بقیه افراد اون قایق چاره‌ای ندارن برای اینکه تعادل رو به قایق برگردونن، جاشون رو عوض میکنن. و این میشه قدرتی که شما دارین که با تغییر خودتون رو یک انسان بهتر میکنید، شناخت بهتری از خودتون دارید، پیشرفت میکنید و با تغییر افکارتون احساساتتون رو تغییر میدید. احساسات شبیه خشم، غم، دلشکستگی، اعتماد به نفس کم، حرمت نفس کم، افسردگی، اضطراب، وسواس، یعنی از مشکلات دیگه. و در آخر آدم هایی که با شما در رابطه هستن چاره‌ای جز تغییر ندارن و همه اینا ناخودآگاه پیش میاد. پس تمام حرف CBT این هستش که تو احساساتت رو برچسب بزن، افکارت اتوماتیکت رو شناسایی کن و بعد شروع کن افکار اتوماتیکت رو تبدیل کن به افکار متعادل تا احساست رو تغییر. خب یه لحظه فکر کنیم به این همه اطلاعاتی که بهتون دادم و کاملا طبیعی اگر کمی زیاد باشه، کمی ناآشنا باشه و احساس کنید خیلی درکش نمی‌کنید. ما می‌خوایم حالا بریم و دونه دونه اینها رو با هم کار کنیم تا شما بتونید بهتر این رو تجربه کنید. پس تا ما برمیگردیم یه ورق و یه خودکار آماده کنیم که با هم دیگه تمرین کنیم. خب امیدوارم حالا با یه خودکار و یه ورق منتظر باشید تا این تمرین رو با هم انجام بدیم. این تمرین چیه؟ این تمرین گزارشی که شما از احساساتتون بذارید. یه ورق اون بالا بذارین گزارش امروز من. پایین ترش بنویسین حادثه ناراحت کننده. یه موضوعی که ناراحتتون کرده و هنوز هم بهش ناراحتید رو، اما چیزی که بذارید سطحی، خیلی عمیق نیست، نه این سراغ اتفاقی خیلی عمیق. یه موضوع خیلی طبیعی که ناراحتتون کرده رو انتخاب کنین و در یک جمله یا 2 جمله بنویسید. به عنوان مثال، دو شب همسرم به حرف من اهمیت نداد و گذاشت از اتاق بیرون و من خیلی ناراحتم. برید پایین‌تر و بنویسید احساسات. و زیر احساسات، احساسایی که به اون اتفاق دارید رو بنویسید. خیلی وقتی من با کلاینت ها یا مراجعین هم کار میکنم، اینجوری احساساتشون رو برای من میگن. من احساس میکنم دوستم نداره. و جواب من اینه، این احساس تو نیست، این افکار توه، این فکر اتوماتیک توه. شما برای احساستون لازم نیست یک جمله بگید. شما با یک کلمه میتونید بگید من ناراحتم، من غمگینم، من عصبانیم. غم، ناراحتی، خشم، پشیمانی. و من کاملا میتونم بفهمم، نه تنها من، همه مردم دنیا میتونم بفهمن شما چه احساسی دارید. تصویرتون باشه احساساتتون رو قراره به صورت کلمه بنویسید. به عنوان مثال، غم، غمگین، ناراحت، افسرده، بدبخت. یا شاید بریم توی دسته اضطراب، مضطرب، نگران، وحشت‌زده. بریم توی دسته تنها، احساس تنهایی، دوست نداشتنی بودن، ناخواسته بودن یا طرد شده بودن. احساس گناه، شرم، خجالت و پشیمانی. ممکنه عصبانی باشید، خشمگین، رنجیده، آشفته. ممکن احساس ناکامی بکنید، مغلوب، شکست خورده. ممکنه ناامید باشید،
مایوس، دلسرد، بدبین یا خسته. شاید احساس حقارت بکنید، احساس بیارزشی، بی‌لیاقت بودن، بی‌عرضگی، یا حتی حس دادن، احساس خوب نبودن و کافی نبودن. پس روی اون حادثه احساساتتون رو بنویسید. احساسی که خیلی تجربهش رو میکنید. مثلا من غمگینم و جلوی شماره بزنید. شدت قبل یعنی الان، قبل از اینکه این تمرین رو با هم انجام بدیم. من الان غمگینم و میزنید 9. از 10 9 تا غمگینم. عصبانی، از 10 6 عصبانیم. و تنها، دوست داشتنی نبودن، از 10 5 هستم. حالا میرین پایین. با این احساسات کاری نداره. ما این احساسات اصلا نمیخوایم تغییرشون بدیم. اینا خود به خود تغییر میکنه. به این سراغ افکار اتوماتیکتون و بنویسید که چی فکر میکنید. به عنوان مثال، همسرم من دوست نداره که حرفم گوش نده، از اتاقم بیرون. همسرم همیشه با من اینجوری رفتار میکنه. من براش اصلا مهم نیستم. اینا افکار اتوماتیک شما هستن. حالا چطوری میتونیم به افکار متعادل تبدیلشون کنیم؟ همین یه لحظه فکر کنید اگر نوشته باشین همسر من دوستم نداره برای همین از اتاقم، طبیعی نیستش که احساس تنها شدن رو کنید. اگر بگین همسرم همیشه با من همینجوری رفتار میکنه، طبیعی نیستش که خشمگین و رنجیده بشین. میتونی رابطه بین افکارتون و احساساتتون رو الان پیدا کنی؟ مغز ما مثل یه سرباز میمونه، منتظر باشه ما یه جمله بهش بگیم بدو اطاعت کنه و مطابق اون تصمیم بگیره. سربازای مغز ما از خودشون توانایی ندارن، حرف ما برایشون سند و مدرکه. پس شما وقتی میبینی همسر من همیشه با من اینجوریه، همیشه من اذیت میکنه، هیچ وقت من دوست نداشته، خیلی طبیعی خیلی احساسات بد رو تجربه کنید. حالا اینا رو چجوری میاییم متعادلشون میکنیم؟ وقتی میگین همسر من با این کارش شما ثابت کرد منو دوست نداره، چطور شما این نتیجه گرفتین که با این کار شما رو دوست نداره؟ شاید همسرتون خسته بوده، شاید از یه جای دیگه عصبانی بوده و نمیخواسته سر شما خالی کنه. کافیه با خودتون حرف بزنید، ببینین چقدر مدرک و دلیل دارین، چقدر حرفتون درسته، چقدر باورش دارید. یه چیزی بنویسید که به باور منطقی شما بیشتر جور بیاد. یادتون باشه نمیخوایم مثبتش کنیم، ما میخوایم متعادلش کنیم. پس میتونید جلوش بنویسید که نه، من فکر میکنم همسرم روز بدی داشته، منم بدجور با جملات تهدیدآمیز باهاش حرف زدم و اینجوری شد که رفت تا اتفاق بدی نیفته. میریم سراغ جمله دوم. همسر من همیشه با من اینجوری رفتار میکنه. چک کنید که تمام این سالها هر روز و هر لحظه همسرتون با شما اینجوری رفتار کرده. دلتون باشه کلمه همیشه آوردی. همینطور بگین همسر من بعضی اوقات که حالش بد نیست اینجوری رفتار میکنه. اینا میشه افکار متعادل. حالا برمیگردیم سراغ احساساتمون. غمگین رو اگر از 10 بهش 5 داده بودید، دوباره چک کنید اگه به اندازه 5 از 10 غمگینی؟ خشم رو چی؟ اگه به اندازه قبل که بهش شماره دادیم خشمگینی؟ معمولا این تمرین کمک میکنه شما افکارتون رو میشناسین، اونها رو متعادل میکنین و بعد چک میکنید میبینید اگه به اندازه قبل از این تمرین احساساتتون شدت داره یا شدتش کمتر شده. وقتی این رو تمرین میکنید مغزتون میبینه که احساساتش کمتر شده، از شدتش کاهش پیدا کرده، احساس لذت میکنه، انگار جایزه گرفته، انگار موفق بوده و برای این دفعه بعد بهتر و بهتر این کار رو انجام میده. و بعد از مدت دیگه حتی لازم نیست بنویسید و ذهن شما آموزش لازم رو دیده. پس باید تمرین کنید، هر روز تمرین کنید، سر هر چیزی که ناراحت میشید تمرین کنید. چی باعث ناراحتیتون شده؟ چه احساساتی داشتید و شدتش چقدره؟ افکار اتوماتیکتون چیه؟ چطوری میتونید تبدیل به افکار متعادلش کنید؟ دوباره احساساتتون رو چک کنید آیا شدتش تغییری کرده یا نه. حالا بریم قسمت آخر این تمرین که خودشناسی شماست. ما خطاهای شناختی داریم
خطای شناختی چی هستن؟ خطای شناختی لنز هایی هستن که توی چشم ما بر اثر اتفاقات بعد اطلاعات اشتباهی که اطرافیان ما تو کودکی دادن به وجود اومده. این لنز ها باعث میشه ما اتفاقات رو به صورت غیر عادی ببینیم یا بی مرتبط ببینیم. اینا باعث میشه ما از پشت یک لنز اتفاقات رو ببینیم و این خطاها معمولا ارتباط داره با خشم، غم، ناراحتی، اضطراب، افسردگی و مشکلات دیگه. پیشنهاد میکنم اگر میتونید یه سرچی بکنید خطاهای شناختی چی هستن. به صورت خیلی ساده بیشتر وبسایت ها این رو توضیح دادن که منم براتون توضیح میدم. اگر انگلیسیش رو میخواید میشه Cognitive Distortion. اولیش تفکر همه یا هیچ. یعنی چی؟ من زندگی رو سیاه‌سفید میبینم، مثبت و منفی، حد وسطی وجود نداره. به عنوان مثال همه با من بدن، هیچ کس منو دوست نداره، همیشه با من این رفتار میشه، هیچ وقت به من اهمیت ندادی. میدونید بین این دو مداد چه چیزی مشترک بود؟ همه یا هیچ؟ هیچ وقت یا همیشه. و جلوی افکار اتوماتیکتون باید بنویسید کدامی که از این خطاها رو داشتید. آیا همه هیچ بوده؟ آیا تعمیم مبالغه آمیز دارید؟ یعنی یه اتفاق ورداشتید میچسبونید به همه زندگیتون، به این تعمیمش میدین. یه اتفاق کوچیک براتون افتاده، به عنوان مثال پنچر کردین و میگید من چقدر بدشانسم. شما بدشانسی رو آوردین، تعمیمش دادید به همه زندگیتون. پس باید چک کنید ببین آیا این جزء الگوی ذهنی شما هست یا نه. موضوع بعدی فیلتر ذهنیه. یه اتفاق رو برمی‌داریم، همه چی از اون فیلتر می‌بینیم. به عنوان مثال سر کار رئیستون همه رو تشویق کرده جز شما. از روز بعد این عدم تشویق یا نادیده گرفته شدن شما توسط رئیستون رو دستتون میگیرین و همش چک میکنید. دیدی اینجا ماما اینجوری کرد؟ اینجا پس منظور این حرفش اینه، برای همین بود اون روز این حرف بزن. شما میکنید همه چی از اون فیلتر میبینید. گاهی ما بی توجه به امر مثبتیم، همه چی فقط جنبه‌های منفیش رو میبینیم. چقدر اتفاق افتاده که به خودتون یا دیگران گیر میدین و شروع میکنیم فقط جنبه‌های منفی یه چیز رو دیدن. یک کسی یک آنامه کار رو درست انجام داده، یه اشتباه کرد، فقط اونو دیگه هیچ کاری ندارید به کارهای مثبتی که تا حالا انجام داده. موضوع بعدی نتیجه گیری شتاب زده است. اصلا بدون اینکه فکر کنید ببینید که این اتفاق چیه که افتاده یه نتیجه میگیرید. به عنوان مثال من نمرم بد شده پس حتما این ترم میافتم. پس میایم یه پیشگویی میکنیم، پیشبینی نه ها، پیشگویی میکنیم. تازه باورم میکنیم اتفاق میفته، بعد فکر میکنیم اتفاق افتاده، بعد یه عالمه استراب ده. یه اشتباه میکنیم میدونید آبروم رفت، الان عروس رئیسم بفهمه حتما اخراجم میکنه. بعد تازه این تصور میکنین اخراجتون کرده، بعد چی میشه و چقدر حال بدیه. گاهی این نتیجه گیری در اثر ذهن خانیه. این ذهن بقیه رو میخونید. من میدونم یادم از وقت خوشش نمیاد، من میدونم اون در مورد من چی فکر کرده. گاهی استدلال احساسی داریم. به عنوان مثال من کسی که دوستش دارم داره بهم خیانت میکنه و بعد ازش ناراحت میشید و بعد ازش طلبکار میشید و بعد میان چکش میکنید، در صورتی که هیچ شواهدی نداره که این استدلال احساسی شما رو تایید کنه. چرا؟ چون فکر میکنین چون اگر یه احساسی دارین حتما درسته. مثل خیلی‌ها که از هوار شدن توی هواپیما میترسن، چون میترسن که از هواپیما سقوط کنه و در حقیقت اون احساسشون رو باور میکنن و تبدیل به این وحشت بزرگ میشه. هر آن احساس میکنن هواپیما الان سقوط میکنه. موضوع بعدی باید هاست. چقدر ما باید و نباید داریم؟ تو اگه منو دوست داری باید این کار کنی، تو اگه منو دوست داری نباید این کار کنی. اگر بخوام موفق شم باید این کار کنم، اگر بخوام خوشبخت شم باید اینها رو داشته باشم. این باید و نباید ها ما رو محدود میکنه و در حقیقت سدی میسازه که ما رو راهنمایی میکنه به احساس ناامیدی و مقصر بودن. پس روی باید و نباید هاتون کار کنید. برچسب زدن.
یه کسی یه کار اشتباه رو انجام میده میگیم چقدر احمقه، نمیگیم کار احمقانه‌ای کرده. یه کسی کار بدی میکنه نمیگیم چه کار بدی کرد، میگیم چه آدم بدیه. به خودمون یا دیگران برچسب میزنیم و حتی آخر شخصی سازی میکنیم. وقتی یه کسی یه اتفاقی براش افتاده اون رو مقصر رو یا خودمون رو میدونیم یا فکر میکنیم به خاطر ماه که اون اتفاق افتاده یا اون آدم اون کار کرده. مثل خیلی از مادرها که میبینن بچه‌شون غذا خوب نمیخوره یا لاغره و خودشون رو مادر خوبی نمیدونن، یا پدری که میبینه بچهش درس خوب نخونده نمره خوبی نیاورده و خودش رو پدر با کفایتی نمیدونه، در صورتی که اصلا مشکل ممکنه جای دیگه باشه. اما میایم همیشه شخصی سازی میکنیم تا به خودمون احساس قدرت بدیم که تقصیر منه یا در مورد منه و بعد ناراحت میشیم، رنجیده میشیم و رنجیم. یه نگاهی به ورقتون بکنید و به نوتتون و ببینید چه احساسی دارین در مورد چیزهایی که یاد گرفتین. چقدر فکر میکنین براتون ممکنه که بشینید احساساتتون رو بنویسید، افکارتون رو بنویسید، متعادلش کنید و در آخر خطاهای شناختیتون رو پیدا کنید تا بتونید به کمک اونها خودتون رو بشناسید و بفهمید چه الگوی فکری دارید. به عنوان مثال من همیشه ذهن‌خوانی میکنم، همیشه فکر میکنم آدما در مورد من دارن چی فکر میکنم. به عنوان مثال من همیشه از همیشه و هیچ استفاده میکنم. گاهی من فاجعه سازی میکنم از یک اتفاق معمولی، گاهی من برچسب میزنم و گاهی آینده رو پیشگویی میکنم و اینها مهمترین دلایل اضطراب، افسردگی، رنجش، خشم، به هم خوردن روابط و خیلی مشکلات دیگه است که اگر بهش آگاه باشید میتونید اونها رو درست کنید و بعد برگردید میبینید احساس من عوض شد. خیلی اوقات وقتی ما تو مود خوبی نیستیم و حالمون خوب نیست کافیه برگردیم به اون چیزی که داریم فکر میکنیم. چه کنید داریم به چی فکر میکنید؟ اون افکار شما احساس شما رو داره میسازه. افکار متوقف کنید، بهش نگاه کنید، الگوی فکریتون رو بشناسید و من متعادلش کنید و حالا چه کنید ببینید چه احساسی دارید. گاهی کافیه فقط افکارتون رو بنویسید، 10 دقیقه فقط بنویسید بدون اینکه به هیچ چی فکر کنید. اجازه بدید افکار سرازیر بشه و حالا برگردید اونها رو دوره کنید و اگر جایی لازمه اشکالاتش رو بگیرید. امیدوارم این پادکست براتون انقدر ساده باشه که بتونید انجام بدید و تأثیرش رو توی زندگی روزانه‌تون ببینید. منتظر هستم کامنتاتون رو بخونم تا ببینم آیا لازم توضیح دیگری یا قسمت دیگری در مورد این موضوع به پادکستمون اضافه کنیم یا نه. یادتون باشه هر جای دنیا که هستید، هر حالی که دارید، شما خوب و با ارزشین و باید مراقب خودتون باشید. روز شبتون بخیر.